الآل نور من سراج محمد والصحب نثر يديه بالأطياب رحماء بينهم ولكن في الوغى. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و نصلی و نسلم علی صلی الله علیه و سلم. و شوهر زینب ابوالعاص بن ربیع و پسرخاله حضرت زینب رضی الله تعالی عنها بود. و گفتیم که ابوالعاص بن ربیع جزو اسرای بدر بود و در آن زمان حضرت زینب رضی الله تعالی عنها که قبلا عرض کردم که جزو نخستین مسلمانان هست، ایشان در همان روزهای نخست دعوت رسول الله صلی الله علیه و سلم و همراه با مادر بزرگوارشان مسلمان شدند. اما چون که شوهرش کافر بود، ابوالعاص بن ربیع هنوز مسلمان نشده بود، ایشان مجبور بودند که در مکه بمانند. ابوالعاص بن ربیع اجازه نمیداد که حضرت زینب هجرت بکند و به مدینه منوره و پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم برود. و بعد از این که ابوالعاص در غزوه بدر به اسارت رسید و اسیر شد، حضرت زینب رضی الله تعالی عنها برای این که شوهرش را آزاد بکند، فدیه‌ای را بدهد و بهایی را بدهد و یک عوض و بدلی را بدهد برای آزادی و رهایی ابوالعاص بن ربیع، چیزی را نداشت، مال و متاع بیشتری را نداشت که بفرستد. گردنبندی یادگار از مادر ایشان مانده بود که در همون روز اول عروسی و در روزی که ایشان را به حجله بردند، مادرش حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها این گردنبند را به عنوان هدیه به دخترش داده بود، به حضرت زینب رضی الله تعالی عنها. حضرت زینب نگاه کرد که مالی بیشتر ندارد، اسباب و وسایل و پول دیگری ندارد که بفرستد برای آزادی شوهرش با اینکه کافر هست، اما احسان به شوهر، زندگی موفقی را که ایشان در واقع داشتند و حقوقی را که مراعات می کردند قابل تأمل هست. باز هم برای آزادی شوهرش همین گردنبند را یادگار مادرش را فرستادند به مدینه منوره که این را بدهند به مسلمانان و در عوض شوهرش آزاد بشود و بتواند به مکه بازگردد. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که این اموال را آوردند، وقتی که تمامی مشرکان هر کسی برای خویشاوند خویش فدیه‌ای را می بردند و جریمه‌ای را پرداخت می کردند تا اون اسیرشون آزاد بشود، خویشاوندان ابوالعاص هم گردنبندی را که زینب فرستاده بود برای آزادی ابوالعاص اون را بردند خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم. هنگامی که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم اون گردنبند را به دست گرفتند و گردنبند را دیدند، اون را شناختند که این گردنبند خدیجه هست، همون گردنبندی که دخترش را با این گردنبند به خانه بخت فرستاده بود. خاطرات گذشته رسول الله صلی الله علیه و سلم تجدید شد و به فکر فرو رفتند و اشک از چشمان رسول الله صلی الله علیه و سلم فرو ریخت. ایشان به اصحاب خودش فرمودند که ان رأیت من تطلق لها اسیرها، گفتند که من پیشنهاد میکنم که اسیر زینب را شما همین گونه رها بکنید، آزادش بکنید این اسیر زینب را، و تردوا الیها متاعها، و این متاعش را و این گردنبندی را که فرستاده برای آزادی شوهرش، این را دوباره به حضرت زینب باز بگردانید. گفت اگر شما صلاح میدانید و این قبول میکنید این کار رو انجام بدید. قالوا نعم یا رسول الله، همه گفتند آری رسول الله صلی الله علیه و سلم، آنچه شما پیشنهاد دادید ما قبول میکنیم. بدین گونه شد که مسلمانان ابوالعاص بن ربیع را آزاد کردند بدون اینکه از اون فدیه بگیرند و گردنبند حضرت زینب رضی الله تعالی عنها را دوباره برایش فرستادند. منتها
بعد از این که ابوالعاص آزاد شد، رسول الله صلی الله علیه و سلم یک وعده ای رو گرفت، عهد و پیمانی رو گرفت از ابوالعاص ابن ربیع و گفت که به من وعده بده که از اینجا که رفتی زینب را بگذاری که هجرت بکند، اون رو پیش من بفرست. و ابوالعاص هم به وعده خودش وفا کرد و بعد از این که به مکه برگشت، حضرت زینب رضی الله تعالی عنها را پیش رسول الله در مدینه منوره فرستاد و به این گونه حضرت زینب رضی الله تعالی عنها بعد از جریان احد در واقع هجرت کرد و به رسول الله صلی الله علیه و سلم ملحق شد. و بعدها هم در یک جریان دیگری باز هم ابوالعاص ابن ربیع اسیر شد، در میان مسلمانان به دست مسلمانان افتاد. باز هم رسول الله صلی الله علیه و سلم اون را آزاد کرد، اموالی را که داشت از جانب مشرکان مکه در یک کاروان تجاری رفته بود و مسلمانان اون را اسیر کردند و بعد از اینکه رهایش کردند رفت در مکه مکرمه و تمام اموالی را که همراهش بود دوباره برد به مشرکان مکه پس داد و بعد از آن دوباره بازگشت خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم و نهایتا مسلمان شد. گفت که من میخواستم قبلا مسلمان بشم زمانی که در مدینه بودم، اما فکر کردم که اگر اکنون مسلمان بشم شاید کافران و مشرکان قریش فکر بکنن من به خاطر مال و اموالشون، به خاطر این که این مالها را غارت بکنم ببرم رفتم مسلمان شدم از ترس اونها. اکنون رفتم مالهای اونها را برگرداندن، ثروت قریش را به قریش بازگرداندم و اکنون آمدم مسلمان شدم. و رسول الله صلی الله علیه و سلم باز هم او را به عنوان داماد خودش و شوهر حضرت زینب رضی الله تعالی عنها پذیرفتند و در برخی از روایات بنابر همون نکاح اولی دوباره این زن و شوهر به زندگی خودشان ادامه دادند و بنابر برخی دیگر از روایات رسول الله صلی الله علیه و سلم عقد جدیدی را خوندند و حضرت زینب و ابوالعاص ابن ربیع رضی الله تعالی عنهما اجمعین دوباره به زندگی مشترک خودشون بازگشتند. حضرت زینب رضی الله تعالی عنها در آغاز و در اول سال 8 هجری از دنیا رفتند و فوت کردند و حضرت ام ایمن و سوده و همچنین همسر دیگر رسول الله ام سلمه رضی الله تعالی عنهن اجمعین غسل دادند حضرت زینب رضی الله تعالی عنها را. رسول الله صلی الله علیه و سلم بیرون اون اتاقی که این افراد نشسته بودند و زینب را غسل میدادند نشسته بود و توصیه میکرد اونها را که به این گونه غسل بدهید. میفرمودند که ابدأوا بمیامنها و مواضع وضوئها، از دست راستش شروع بکنید، از قسمت راست بدنش شروع بکنید، ابتدا قسمت راست را و جاهای وضو را، اعضای وضوی ایشان را غسل بدهید. آری ابوالعاص بن ربیع رضی الله تعالی عنه یکی از دامادهای رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، گرچه از طرف مادر در واقع پسرخاله حضرت زینب رضی الله تعالی عنها و خواهرزاده خدیجه بنت خویلد همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم محسوب میشد، اما از جهت پدر برمیگردد به قبیله بنی امیه. و جالب اینجا هست که بدانید که تمام وصلت هایی را که رسول الله و اصحابش انجام دادند، یعنی اهل بیت رسول الله انجام دادند با اقوام دیگر، بیش از تمامی اقوام و تمام تیره ها ایشان وصلت هایشون و ازدواج هایی را که انجام دادند بیش از همه با قبیله بنی امیه بود، چه قبل از اسلام و چه بعد از اسلام. اون گونه که ما قبلا هم عرض کردیم خدمت شما که یکی از همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم ام حبیبه بود. ام حبیبه دختر ابو سفیان و خواهر معاویه هست و این داماد رسول الله صلی الله علیه و سلم ابوالعاص ابن ربیع هم از قبیله بنی امیه هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم صلاح دیدند و در واقع حضرت ابوالعاص ابن ربیع را به عنوان شوهر حضرت زینب رضی الله تعالی عنها انتخاب کردند. انشاءالله بعد از مشاهده کردن یک میان برنامه کوتاه خدمت شما باز میگردم و مطالبی را درباره دیگر دختران رسول الله صلی الله علیه و سلم خدمت شما عرض خواهم کرد. من بودم از قبل بس الحمدلله شکر خدا هدایت هم داد.
و موعد میشه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. خود من از یک شیعه بودم که 4-5 ساله که با خوندن قرآن موحد و مسلمان شدم. باور بفرمایید دیگه زیاده نمیتونم بگم. شاید ما 2 طبقه خونه داریم، یعنی 600 نفر پیش خونه اینا. حالا قبلا مثلا عزاداری داشتیم که الان شده کلاس قرآن، همه شد قرآن میخونیم و با تفسیرش میکنم. من خودم قبلا شیعه بودم، یه 2 ماهی که برنامه‌تون رو دیدم الان از تسنن شدم. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. امروز شما به من فهموندید که باید حقیقت رو دریابم و به نام محمد روی آورم. الحمدلله 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 الوجود له حمدا يبلغنا رضا أبدا. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. پس الله هر که را بخواهد هدایت نماید سینه اش را برای پذیرش اسلام می گشاید. ثم الصلاة على المختار سيدنا وآله الكرماء وصحبه الزهداء. الحمد لله. آری حضرت زینب رضی الله تعالی عنها بزرگترین دختر رسول الله صلی الله علیه و سلم و زن ابوالعاص ابن ربیع خواهرزاده حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها بود و دختر دوم رسول الله صلی الله علیه و سلم که بعد از زینب بزرگترین دختر ایشان محسوب میشد حضرت رقیه هستند. دختر رسول الله و همان گونه که قبلا عرض کردم دختر حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها و شوهری که رسول الله صلی الله علیه و سلم انتخاب کردند برای رقیه کسی نیست جز حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه، سومین خلیفه راشد مسلمانان و اهل سنت و الجماعت. رقیه همانند خواهر دیگرش حضرت زینب و همچنین دیگر خواهرانش حضرت ام کلثوم رضی الله تعالی عنها در همان روزهای آغاز دعوت رسول الله صلی الله علیه و سلم مسلمان شدند. هم خودشون مسلمان شد و هم حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه که شوهرش بود در همان روزهای نخست مسلمان شدند و حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه بعد از ایشان توسط دعوت حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه به اسلام مشرف شد و این خانواده مسلمانی بود و یک خانواده کاملا اسلامی. از همان آغاز زن و شوهر مسلمان شدند و پایبند فرامین و دستورات و احکام دین مبین اسلام. زمانی که زندگی ایشان در مکه سخت شد و مشرکان نمیگذاشتند که مسلمانان آزادانه شعائر دینی خودشان را و احکام اسلامی را انجام بدهند و الله متعال را عبادت بکنند، رسول الله صلی الله علیه و سلم دستور داد که اصحاب ایشان به هجرت بروند، هجرت بکنند به حبشه. از این دستور رسول الله صلی الله علیه و سلم حتی نزدیکترین فرد به رسول الله صلی الله علیه و سلم هم مستثنا نبود. اون فرد کسی نبود جز حضرت رقیه رضی الله تعالی عنها که مسلمان بود همراه با شوهرش حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه. این گونه شد که این خانواده مسلمان دختر رسول الله صلی الله علیه و سلم همراه با شوهرش به حبشه هجرت کردند و جالب اینجا هست که این خانواده اولین خانواده‌ای هست که دختر رسول الله صلی الله علیه و سلم هجرت می کنند. یعنی در روایت اومده که بعد از لوط اولین خانواده‌ای هست که زن و شوهر به خاطر دین مبین اسلام هجرت می کنند و به دیار غربت می روند. و جالبتر آن که این خانواده حضرت عثمان و رقیه 2 بار هجرت کردند به حبشه و صاحب هجرتین و ذوالهجرتین هستند. یک بار هجرت کردند و بعد از این که شایعه شد که
کفار و مشرکان قریش مسلمان شدند، دوباره برگشتند به مکه مکرمه، اما دیدند که واقعیت چیزی دیگر هست. باری دیگر دوباره هجرت کردند، رفتند به حبشه. و الله متعال به حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه یک فرزند پسر عنایت کرد از حضرت رقیه رضی الله تعالی عنها که نامش را عبدالله گذاشت و این کنیه‌ای شد برای حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه که ایشان معروف است به ابو عبدالله. ابو عبدالله به این خاطر میگویند که پدر عبدالله هست و این عبدالله نوه رسول الله صلی الله علیه و سلم و دختر رقیه بود. ایشان هجرت کردند، بعد از این که از حبشه برگشتند دوباره باری دیگر هجرت کردند و رفتند به مدینه منوره. و در هنگامی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در سالی که برای غزوه بدر رفته بودند، حضرت رقیه رضی الله تعالی عنها بیمار شد و در بستر بیماری افتاد. رسول الله صلی الله علیه و سلم برای اینکه دخترش تنها نماند، کسی به عنوان سرپرستش و پرستارش باقی بماند در مدینه منوره، به حضرت عثمان دستور داد که در مدینه بماند و در کنار حضرت رقیه رضی الله تعالی عنها باشد و ایشان را پرستاری بکند. اما تقدیر الله متعال این بود که این آخرین دیدار رسول الله صلی الله علیه و سلم با این دخترش باشد. زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در بدر بودند، خارج از شهر مدینه برای غزوه بدر رفته بودند، حضرت رقیه رضی الله تعالی عنها از دنیا رفتند و حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ایشان را دفن کردند با افراد دیگری که حضور داشتند. همین که حضرت رقیه را دفن کردند و خاک قبرش را داشتند برابر می کردند و برمی آوردند، از اون طرف پیغام رسول الله صلی الله علیه و سلم رسید که مسلمانان در غزوه بدر پیروز شدند. این مساوی بود با وفات حضرت رقیه رضی الله تعالی عنها. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم برگشتند، دیدند که آری دخترشون از دنیا رفتند و این دومین دختر رسول الله صلی الله علیه و سلم بود و دامادشون هم حضرت عثمان هست. و دختر سوم رسول الله صلی الله علیه و سلم ام کلثوم هست که کوچکتر از رقیه بود. باز هم رسول الله صلی الله علیه و سلم میبینیم که ام کلثوم را باز هم به عثمان میدهد. عثمان چنان داماد خوبی بود، چنان انسان وارثه‌ای بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم او را 2 بار به عنوان دامادی خودش انتخاب فرمود و 2 تا از دخترانش را به نکاح او درآورد. در سال سوم هجرت رسول الله صلی الله علیه و سلم و در ماه ربیع الاول بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم باز هم دختر دومش را به نکاح حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه درآورد. ایشان زنده بود، حضرت ام کلثوم رضی الله تعالی عنها، تا اینکه در سال 9 هجری در ماه شعبان از دنیا رفتند و فوت کردند. و سومین دختر رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند که بدین گونه از دنیا می رفتند. رسول خدا صلی الله علیه و سلم اون گونه که در روایات تاریخی آمده فرمودند لو کن 10 لزوجتهن عثمان، اگر من 10 تا دختر هم می داشتم همه رو به عثمان می دادم. یعنی این گونه رسول الله صلی الله علیه و سلم از عثمان راضی بودند و فرمودند اگر از این بیشتر هم من دخترانی رو داشتم، 10 دختر هم می داشتم، اونها رو می دادم به حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه. و نهایتا حضرت اسماء بنت امیس و صفیه بنت عبدالمطلب حضرت ام کلثوم را غسل دادند و نهایتا ایشان را نماز جنازه خوندند و دفن کردند. این دومین دختری بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم به عثمان داد. به این خاطر هست که حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه رو میگویند که ذی النورین هست. و دختر سوم رسول الله صلی الله علیه و سلم که قبل از بعثت رسول الله صلی الله علیه و سلم 5 سال قبل از بعثت متولد شدن، حضرت فاطمه زهراست و آخرین دختر رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. زمانی که مشرکان
مکه خانه کعبه را تعمیر می‌کردند. همزمان با تعمیر خانه کعبه حضرت فاطمه زهرا متولد شد. زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم حجر اسود را سر جایش گذاشتند و وقتی که به منزل برگشتند این مژده را دریافت کردند که الله متعال به ایشان یک دختری را عنایت کرده، حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها. همه می‌دانیم که شوهر فاطمه حضرت علی رضی الله تعالی عنه است، نزدیکترین انسانها به رسول الله صلی الله علیه و سلم. و فضایلی را که حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها دارد بیشمار هست و زیاد هست و واقعا باید این گونه باشد. آخرین دختر رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند که بیش از همه زندگی کردند، بیش از همه در کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند و خصوصا که ایشان آخرین دختر بودند، مادر خودش را و 3 تا از خواهران خودش و 3 نفر از برادران خودش را قبل از خودش از دست داده بود و تنها فرزند رسول الله بود که باقی مانده بودند. و به این خاطر است که فضائل بسیار زیادی را دارد و حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها بسیاری از فضائل این بانوی بزرگ اسلام را برای ما روایت می کند و در روایتی می گوید که یک روزی حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها اومد و رفتارش، راه و روشش دقیقاً مانند رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. اومدند رسول الله صلی الله علیه و سلم به ایشان یک مطلبی را گفتند، ایشان ناراحت شدند و بعد از این مطلبی دیگری را گفتند، خندیدند و گریه و ابتدا گریه و بعد از اون هم خندیدن. حضرت عایشه میگوید من هیچگاه یک گریه ای را با خنده به این اندازه نزدیک ندیدم که یک فردی همین لحظه گریه بکند و همین چند لحظه بعدش دوباره بخندد. حضرت فاطمه زهرا این گونه بود. پرسید که علتش چی هست بعد از این که رسول الله صلی الله علیه وسلم فوت کرده بود. گفت علتش این بود که رسول الله صلی الله علیه وسلم به من فرمود که من این سال از دنیا میروم و مرگ من و رحلت من از دنیا فرا رسیده. من گریستم و بعد از این دوباره رسول الله صلی الله علیه و به من فرمود که اولین کسی که به من ملحق می شود از خانواده‌ام تو هستی و بعد از من قبل از همه به من خواهی رسید. به این خاطر من خندیدم. هرگاه که رسول الله صلی الله علیه وسلم فاطمه رو میدید برمیخواست و این دست ایشان رو میگرفت و در کنار خودشان میرفت و ایشان را مینشاند. حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها در سال 11 هجری در ماه مبارک رمضان و در سن 29 سالگی از دنیا رفتند و فقط 6 ماه بعد از رسول الله صلی الله علیه وسلم زنده بودند. اینها دامادهای رسول الله صلی الله علیه وسلم بودند و دختران ایشان که رسول الله 3 نفر از دختران خودش را به بنی امیه داده بود. حضرت زینب را و رقیه را و ام کلثوم را، فقط یکی از دخترانش را به بنی هاشم و حضرت علی رضی الله تعالی عنه داده بود. تا برنامه دیگر که در خدمت شما خواهم بود، تمامی شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الآل نور من سراج محمد والصحب نثر يديه بالأطياب رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغاب خير القرون هم وليس كمثلهم عظماء بعد الرسل في الأحقاب رحماء بينهم ولكن في الوغى